حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک عزت امان را که در تاجیکستان به 9 سال زندان محکوم شده است از بازداشتگاه به زندان واقع در محله معروف به یکم سویسک شهر دوشنبه انتقال دادند. در این باره روز 9 دکبر به رادیوی آزادی محمد یوسف خالف پسر عزت امان خبر داد. در سرریاست زندانهای وزارت عدلیه هم به آزادی تصدیق کردند که عزت امان 2 هفته دیگر در منطقه کرانتین محبس یکم سویسک نگاه داشته می شود و در این مدت او را به شرایط بود و گوش در محبس شناس می کنند. یادآور می شویم دادگاه شهر دوشنبه روز 19 اکتبر عزت امان را در قلابی گناهکار دانسته به 9 سال زندان محکوم کرده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 16 نوامبر شکایت او و ادوکاتش را رد کرد و این حکم را به تغییر باقی گذاشت، ولی نزدیکان این حامی حقوق حکم وی را خیلی سنگین و برای پرداخت نشده باقی ماندن همگی 232 سومانی ضرر از حق عفو معروف کردن عزت امان را ناعادلانه مینامند. بسیاری حکم عزت امان را سیاسی میشمارند و میگویند اکثر دعواهای قلابی به ضد او تشکیل شده به نظر میرسند. عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در اول ماه مارس از شهروندی روسیه محروم گردانیده شده. روز 25 مارس به طور مرموز از مسکو غیب زد. روز بعد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که عزت امان در دوشنبه بازداشت شده است و به قلابی عیبدار می شود. 19 اکتبر در حالی که انتظار می رفت عزت امان را بر اساس عفو آزاد کنند، دادگاه دوشنبه پرداخت نشدن 232 سومانی پول دعوای کسی را بهانه کرده او را از امکان عفو محروم و به 9 سال زندان محکوم کرد. قوه قانونی گرفتن حکم عزت امان در حالی است که بنا به خبرها حالا در روسیه شکار آنهایی که در وقتش با او همکاری میکردند شروع شده است. مرکز تاجیکان شهر مسکو، سازمانی که عزت امان تو استردادش به تاجیکستان رهبری میکرد، تقریبا 1 ماه باز از فعالیت باز مانده است. چند نفر دیگری از آنهایی که با عزت امان در گذشته همکاری داشتند نیز در صحبت با بامداد گفتند که به ملاحظه های بیخطری حال خود را پنهان کردند و راههای از روسیه برآمدن و پناه بردن به کشورهای امترا میجویند.